بچه‌مه بچه‌مه تو فکری منو نکردی وقت پرش کسته منو بودی او نگفتی که بچه چیکار نکنی میدونم این کار برو منو گفتن بچه‌ت مرده بچه‌ت مرده من نمیدونم دیگه بچه من گفتم هر وقت جنگ کردم سوزه که جوره بازی نکن بچه هم نکن گفت که انا جوره بازی نکنه بازی باید چی گویم دوستان درد مادر سوزشی پر از خون سوزشی پر از درد سوزشی مادری جگر سوخته جوانی غوره مرگی غریب این لله و این الیه راجعون این خیلی دردناک است این برادر ما در طرف مسکو سولنچنگورسک از دنیا گذشته است الله خودش میدونه با مادرش آخرون گام میزنه خود از دنیا میگذره یعنی که 25 تا 35 هزار پلوس مینوس 50 هزار باید روی کنیش اما از این مادر زندگی سخت است فرزندای بگیم نوبالیغ جمع با این با چی است خطی جوان با مادر جگر سوخته رفتنی است برادرها کارتوی خچونن نمروی مادر هستند آیا مادر حالتش بد است خیلی همجا مادرها هستند التماس یک ای 10 ای بتونه ده حقش دعا کنه کسی نداره گپی زیادی نزنه که این درد این سختی به سر همه مسلمان برای هر یک شخصی در این دنیا زندگی میکنه آمدنی است خدا رحمت و مغفرتش کنه ویدیو را پهن کنه و احتیاط باشه برادرو قطعی مادر اول گپ زنه بعد بتونی سون پیروات کنی مادر که نبرداشت خواهر شای اونجا یک کسی که زنی ما برگدیر شونم الله رحمتش کنه به خدا جگرم سوخته است نمیدونم چی کنم السلام علیکم